رفتم یک کم براتون فیلم بگیرم از اشتاتایل یا همون منطقه‌ای که نزدیک خانه هست. روز یکشنبه می‌بینید چقدر آرامه. یعنی ما عاشق همچین کوچه‌هاییم، آرام و سر صدایی. فقط کسایی که مثلا اینجا زندگی میکنن یک کم سر صدا هست به خاطر خیابان، ولی نسبتاً خوبه. بعضی هم عادت دارن به سر صدا، بعضی هم مثل من اذیت میشن دیگه. یکی از این دلایلی که من در هامبورگ ماندم نرفتم شهرهای دیگه آلمانیه که دیگه خیلی عادت کردیم در هامبورگ. چند سری قصد کردیم که پلان مایی بود که از هامبورگ بریم و هر چی که دو تا 4 تا کردیم دیدم نمیشه. واقعا یه اشتاتایل یا اون منطقه‌ای که الان من هستم نسبتاً برای عامیانه اگه بگیم برای نسبتاً آدمایی که درآمدشان زیاده، پولدار هستن، چون خانه ها اینجا یک آپارتمان 110 متری برای یک فامیل حدوداً نزدیک 2-2.5 هزار یورو فقط کرایش هست و کسی که نگاه میکنن هستن اینجور جاها. ولی کسایی که اگه درآمدش 2000 یا تا 2 تا 3000 باشه متاسفانه نمیتونن اینجا زندگی کنن در این منطقه، چون 2.5-3 هزار یورو واقعا برایشان زیاده دیگه، فقط برای کرایه. تابستان هامبورگ خیلی قشنگه. تابستان هامبورگ واقعا قشنگه. یا این خیابان ببینین چقدر منظم و تمیز، یا خانه‌هایی که اینجا هست. من کلا عاشق یک همچین خانه‌هاییم، خانه‌های قدیمی ولی خیلی شیک و بزرگ.